در طولور مؤسسه دولتی مکتب برای خوانندگان بالایاقت در شهر خوجند وخوری کارمندان مقامات سود ولایت سوخت با آموزگاران و خوانندگان این بارگاه تعلیم برگزار گردید که محتوای آن را اجرای عملی قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، پیشگیری از جنایتکاری و بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان تشکیل می‌داد. در رفت ملاقات ذکر کرده شد که در زمان صاحب استقلالی مملکت محض با غمخواری و سیاست خلق پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در کشور چندین قانون‌های ضروری که به منفعت سیاسی و حقوقی و اقتصادی شهروندان روانه شده است قبول گردیده آنها تکمیل یافتند. مورد به ذکر است که تاجیکستان همچون کشور صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد یگانه و دنیوی با احترام انسان همچون ارزش عالی ارج می‌گذارد و بهر پیشرفت زندگی ساکنان مملکت تمام تدبیرها را عملی می‌نماید. بخصوص قبول گردیدن قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان توانست تا اندازه در کم کردن خراجات علاوگی هنگام آراستن توی و معرکه ها مساعدت نماید. یا خود قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک، پدر و مادران، آموزگاران و اهل جامعه را وادار ساخت که آنها در سمت باسواد و با معرفت به کمال رسیدن نسل نورس مسئولیت جدی احساس نمایند. واقعا امروز ساکنان مملکت در فضای صلح و ثبات که ثمره استقلالیت است زندگی آرام و آسوده دارند و بهر پیشرفت آینده با سعادت کشور زحمت میکشند. باید هر یک ساکن مملکت شکر استقلال و آزادی نموده با رعایت حتمی قانون‌های قبول گردیده کوشش به خرج دهد تا معیار و طلبات قانون‌های بالا ذکر را به طور ضروری رعایت نماید. با نظر داشت آنکه جوانان آینده دولت و ملتند از آموزگاران دعوت به عمل آورده شد تا با استفاده از شرایط ضروری فراهم گردیده بهر دانشمند و با معرفت تربیت نمودن نسل نورس در قلب جوانان دوچند نمودن مهر وطن مادر، احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی و بلند برداشتن سطح زباندانی و آگاهی از تکنیک و تکنولوژی زمان معاصر تمام تدبیرها را راه‌اندازی نمایند. مورد به ذکر است که طبق نقشه واخوری کارمندان مقامات سود ولایت سوخت وابسته به نقطه‌های مهم پیام پرزیدنت کشور و مجلس عالی در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی و شهر و ناحیه‌های ولایت برگزار کرده می‌شود.